خب بیبی این طرف هم بی یک کسی مرا گفت که ما حالی کجا نماز بخوانیم. من برش گفتم نماز بخوان، در هر جای نماز بخوان. خب وقتی که یک روز در پشت امام بیا نماز بخوان، پس از که از نماز خلاص شدی باز برای من بگو که مولوی صاحب تو اینی کارا کردی، اینی را کردی، اینی را دلیلش بده، از قرآن و حدیث برای من دلیل بده. اگر دادم بس علی رأس و العین بپذیر. خب باز برو به اون مولای دیگه تام بگو که توم دلیل بده. گفت چی رقم ما بگویم که چی رقم دلیل بده؟ من گفتم وا نیت کردم ادام میسازم 4 رکعت نمازی فرض پیشی نمیخوانم. او میگه من نمیگم، الله اکبر میگم. از من دلیل طلب کن، از اون دلیل طلب کن. او 4 انگشت استاد میشه اما برابر شانه خود پایه خود برابر میکنم. از من دلیل طلب کن، از اون جناب هم دلیل طلب کن که دلیل داده میتونه یا نمیتونه. تو دستای در گوشای اینطوری بالا کردی از اون دلیل طلب کن که ما اینمی رقم میکنیم. همین قدر سالا شما خب ما را نگفت، همین تو روا بود البته. خب همین مردمایی که حالی پیدا شده یا خب اینطوری دستا را بالا میکنه. از من دلیل طلب کن که در حدیث برات نوشته کنم. خود تو را به الله قسم از همین علما در این موارد دلیل بده برات که داده میتونه یا نمیتونه. اگر انصاف داشته باشی، اگر ضد عناد داری خود مسئله است، برو دیگه ضد عناد کده برو. هیچ ضرورت در مسائل پیش نیست. در می 3 مسئله اولی ابتدایی تو در وضوی خودی توری هم میکنی، شرع زاید اینطوری میکنی، بده دلیل سند حدیث صحیح را برای ما پیدا کن، بگو. از جان خود دین جور نمیشه. قرآن کریم یقینا و هم یتلون الکتاب، یا کتاب میخواندن خود لیکن باز هم اختلاف کردن، موقع را به دیگرها داد و هم گفتن خو الله فیصله میکنه. امروز خیر است، در دنیا هر کس اختیار داره، الله موقع داده به هر کس. حتی بت پرست از بتش الله منع نمیکنه، جبر سرش نمیکنه، با که برای و نظر و عقل خود و نمیره پرستش کنه. چرا؟ الله هم جنت آفریده هم دوزخ، برای هر دویش افراد هم آفریده که کی لیاقت جنت داره و کی لیاقت دوزخ داره. فالله یحکم، الله فیصله میکنه بینهم، در بین همی مردم که یکی دیگه خدا رد میکرد، هر کدام میگفت ما ټیکه‌داری جنت هستیم، ما به حق هستیم. الله فیصله میکنه یوم القیامت، اشاره میکنه که در دنیا فیصله نمیشه. در روز قیامت فیما کانوا، در اون مسائلی که بودن فی دو مسئله یختلفون، اختلاف میکردن، اونجا پیش میشه که توی عمل انجام میدی با کدام سند و دلیل انجام میدی. تو باز نرستی بگو که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته بود، گفته میتونی؟ ها؟ الله برات گفته بود که امام ابو حنیفه را تابعداری کن؟ الله خو برات گفته بود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله این را برات گفته بود. و اولی الامر منکم هم برات گفته بود. اولی الامر کدام؟ اما علمایی که از جمع شماست، خب پابند کتاب الله و سنت کیست؟ رسول الله است. باز جواب بگو که من فلانی برام گفته بود، من یه عمل و طریقه را انجام دادم، فلانی آقا صاحب مرا گفته بود که اینی طور ذکر کو و اینی طور فکر کو. باز بگو نرستی همی طور بگو که فلانی آقا صاحب گفته بود. و من اظلم ممن منع مساجد الله، عجیب مردم است، عجیب یهود و نصارا است. این مردم فقط با جز از منع کردن مساجد الله که در اونجا ذکر الله شود، نام الله گرفته شود، دیگه کار نداره. و من ازلم، کیست خیلی ظالم، ممن از او کسی که منع میکنه مساجد الله، مساجد الله را. از چی چیز منع میکنه؟ ایذکر فیها، که یاد کرده شود در این مساجد اسمه، نام الله، نمیگذاره که نام الله در یاد شود. و سعی تلاش میکنه، کوشش میکنه فی خرابیها، در خرابی مساجد، در خرابی مساجد تلاش از یا به می خاطر است. در قرآن کریم در 6 مورد و صیغه و من اظلمو ذکر میشه. ظالم ترین اشخاص 6 طایفه است. خب کلی همین 6 طایفه چرخ در کجا میخوره؟ چرخ در میخوره که مانع دعوت دین الله را باشه. خلاص همین 6 صفتایی که برش ظالم گفته شده کسانی هستند که ارتباط به کتاب الله داره، یا منع میکنه کتاب الله را، مسجد الله را، بگه دعوت الله را، اینیا را منع میکنه. الله برش ظالم ترین شخص گفته کسی که از مساجد الله منع میکنه مردمه که در اونجا نام الله یاد کرده شود، از یا کده ظالم کس دیگری نیست. چرا؟ این کدام طایفه است؟ اول مصداقش. مفسرین نظریات مختلف داره. کسی میگه در مورد نصاراست. نصارا ضدیتی که با یهود داشتن
قطی پادشاه بخت نصر همراهی کردن، کمک کردن، بیت المقدس فتح کردن. در بیت المقدس نصارا که بیت المقدس مقام معظم و مقدس در کتابشان بود، به خاطر ضدیت یهود گرفتن گندگی کردن، نعوذ بالله، در بیت المقدس. و همکاری با بخت نصر کرد به خاطر که ویران شوه بیت المقدس. چرا؟ به خاطر ضد بازی، ضدی که با یهود داشتن. یک، مصداقش نصاراست، بعضی مفسرین امیره میگه. دوم، نه یهود هستن، مصداق از یا یهود هستن، یا گرفتن به ضد نصارا بیت المقدس یک دفعه ویران کردن وقتی که فتح کردن، کل طلا و همه چیزای ازیره به غارت بردن. دو، نه مشرکین مکه زمانی که پیغمبر علیه السلام اراده عمره را کرد و در مقام حدیبیه رسید، این بدبختا نگذاشتن که پیغمبر حتی اعمال حج انجام بده، عمره خود تکمیل بکنه. مراد از این ظالما این نیست. قول راجح است که کلام الله عام است. هر کسی که در هر زمانه مراکزی که در اونجا دین الله نشر اشاعت پیدا میکنه، وقتی که اینمی مراکز بند میکنه، اینی مردم مستاقی اینمی آیت هست، اینی آیت سرش صادق میشه. منع کردن از مساجد الله و خراب کردن مساجد الله دو قسم است. یکی صورتن است، یک آدم بیا کلم ده بگیره مسجد چی کنه؟ ویران کنه، نعوذ بالله. دوم، منع کردن این معنوی است. معنوی با کدام هدف و مقصدی که مسجد الله جور شده، وقتی او مقصد در او انجام داده نشود تو مانش باشی، اینی را منع کردن از مسجد الله می باشه. یک صورتش این است. مسجد مولا نداره، آلی مشوره میکنی، تو یک نفر میخیزی که نه آلی والا آماده نیستیم، ما والا بچایم نیست در خانه، باز در مولا کی نان ببره، بیا پشتش نگردی. مسجد الله را بیران کردی. چرا؟ مسجد الله برای نماز است، برای جماعت است. در اینجا جماعت و نماز نمیشه، یک نفر دو نفر میاد خیر و خلاص، آزان داده نمیشه. این شهر کابل است که 10,000 نفوس متعلق یک مسجد است و در یک ماه 20 روپه براتان میرسه معاش امام. در دهاتا اینمیالی بریم، اینمیالی غیر از رمضان، در دیگه وقتا بری که در مساجد الله آزان داده میشه، یعنی براتان واضح شو و معلوم شو. وقتی که به مردم میگی که مولا امام میگیریم، والا زوری ما نمیرسه، 10 خانه استیم، 12 خانه استیم. امی بدبختا دور از حاضر مجلس مسلمانای واقعی، زمانی که توی برای بچگک خود میکنه، باز 5 دسته ساز آورده میتونه، اونجا برای امام 50 و 100 روپه را داده نمیتونه در یک ماه. گوشتانه بگیری. این فعلا در می مملکتتان اینی عمل وجود داره، فی الحال وجود داره. یا منع کرد مسجد الله را که دو ذکر کرده شد. ملا میگیره، توافق میکنه، خو نظرشان جمع نمیشه به یک ملای قوی که واقعا قرآن و حدیث درس بگوید. چی میگه؟ یکیش از مابین صدا میکنه یک ملای گزارایی را پیدا کنه. ملای گزارایی را میفهمی؟ امویی که فقط امی ملایی را بگوی یک ذریعه معاش خود جور کرده، 4 دانه صورت یاد کرده، خلاص میایه پیش میشه. خدا پیچاندگی تو میگی قطعی مردم جنگیست یا عروس است، روی شکست نبینه، همینطور کج دور میخوره. فردی طلبازو چراغه که خودم گل میکنه، مردمی قدر خوشوقت است از این که ملاحظه بسیار زیرکی میکنه، گازی ما پیکنیکی ما زیاد مصرف نمیشه. او بیچاره چیز یاد نداره، چی بریتان بگوید. اینی آدم هم تخریب کرد مسجده که اینجا کسی نامد که ترجمه قرآن کریم بکنه. یا ایسته که ملای قومیش است، آلی ایره نمیخواه، تلاش میکنه که همینجا باشه، در حالی که خود میفهمه که یک سوزن به اندازه قدر سوزن هم خدمت به مردم نکرده. خود تو جناب قومداری و تنظیمداریش میکنی، تو مسجد الله را خراب کرده. مسلمان ببینی که الله برات میگه و من ازلمو، از ذکر ظالم شخص کیست. دو، سوم صورت منع کردن مساجد، ترجمه قرآن کریم. شما یا یقین بکنید در کدام مسجدی که ما پیشنهاد میکنیم که ترجمه قرآن میکنیم، مولا صاحب خو همو زودی کده گفته نمیتونم. اول خو میگه والا ما جای زنا نداریم، اینطور تشنابای سی نداریم، اینطور است اونطور است. خو این بانه و این بانه را میکنه. او جناب عالم، تو شکر الله را بکش که کاش که
من خوب مصروف هستم یا نمیتونم. اینجا یک عالم بیا صدای کتاب الله برای مسجد ما همینطور جوش و پرخروش باشه که از هر طرف مردم در اینجا برای طلب علم بیاره، برای طلب ترجمه قرآن کریم بیا. این چقدر افتخار بزرگ است. شما باور به الله بکنی. همین مولا برات میگه من خطی مردم مشوره میکنم، دیگر تنگ 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 زنگ برات میز خیرت است، والا مردم قبول نکردی. کدام مردم است که قبول نمیکنه ترجمه قرآن؟ مسلمان است یا کافر؟ بگوی. این خونه است که اگه آدم میگه من نماز میخوانم، بالله قسم این طور مردم است که نماز میخوانه خب کافر است. کفر شاخ نداره. نواقض اسلام من امو یک بوله کتابا را توضیح کردم. نواقض اسلام همون را بخوانید که اسلام توسط چی نقض میشه، از بین میره. طبعی خونه است که اگه آدم لا اله الا الله را میگه، نماز میخوانه، اسلام توسط چی چیزا نقض میشه. این هم باید بخوانه. این مردم چطور برای تو میگه که توافق نامد؟ چرا نامد؟ چرا نامد؟ مولا صاحب تو میترسی که اگر این بلا اینجا بیا قرآن بگوید مردم یک دم آگاه میشه. مرا سبا جواب میده. تو دین الله را نعوذ بالله ذریعه و مکسبه برای معیشت خود ساخته، خیر و خلاص. مردم در تاریکی نگاه کن. ما که علما را مردم از پیش ما گله داره، علما را تو زیاد بد میگی. من عالم هستم، اگر همون نقطه دم هستم خود بد میگم، واقعا ملامت هستم، مسئول هستم، باید خود ملامت بکنیم. اگر تو خود ملامت نمیکنی کتاب الله ملامتت میکنه. با کتاب الله چی جواب داری؟ چرا نمیشه؟ ما جای نداریم. این ساحل دور که اینجا ساحل رهایشی نیست، 20-30 موتر میگیریم، چقدر پول مصرف میشه؟ چرا نمیریم در جای انبوی خیرخانه ترجمه نمیکنیم که هیچ موترم نگیرم 2000 نفر باشه، با پای خود 2000 خواهر آمده بتانه، نزدیک، تاریکی هم نباشه، برای مردم عذرم باقی نمانده باشه که دی وقتی تاریکی من دختری خدا نمیمانم که برای. چرا نمیشه؟ چرا نمیگذاره ما را؟ نه؟ خود دیگرها هم ترجمه میگه وارا میگذاره. دمو مسجدی که یک امیر زمستان ترجمه گفته شده، ما باز رفتیم مطالبه ترجمه را کردیم که در رمضان ما میگیم موافقه ما نمیشه. چرا؟ ترجمه ما همین قرآن، خودم قرآن دیگه ما ترجمه میکنم. بگوی یا همین قرآن کریم است، یک قرآن کریم است، یک قرآن کریم است. چطور برای ما اجازه داده نمیشه؟ خیر ای آیت قرآن کریم به نسبت کیست؟ مفسرین نوشته میکنه که این آیت عام است در هر تاریخ، در هر زمان. هر کس که نمی قسم مصداق این آیت قرار بگیره او در من ظلمان شامل است. از این که آدم ظالم دیگه نیست. من مساجد الله، حالی خوب بفهمید هدف مساجد الله چیست؟ مسجد نبوی مرکز قماندی جهاد بود. از همین سر منبر در روز جمعه اعلان جنگی چی شده؟ بدر شده. از همین سر منبر قمانده داده شده. مسجد نبوی مدرسه و پوهنتونی بزرگ بود. اما صحابه که علمش آل مردم سرش رشک میخوره، کدام پوهنتون و لیلی علیده نداشت، همین مسجد نبوی بود. اما ابو هریره که امروز نصف احکام اسلام احادیثش او روایت کرده، در این مسجد نبوی تربیت شده. اما ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم که خلفای بزرگ اسلام است، در مسجد نبوی تربیت شده. مسجد نبوی مسجد برای کدام هدف بود؟ تعلیم و تربیه بود. یک لحظه بی تعلیم و تربیه نبود. خب مشوره های بزرگ اسلام در کدام جای صورت می گرفت؟ پیغمبر وقتی از سفر می آمد به خاطر پرسانی پیغمبر و ای که مردم ملاقات با پیغمبر بکنه، کدام جای بود؟ نه چای بود نه چاکلیت. خیر و خلاص کلگی آسان می آمد در مسجد، السلام علیکم بخیر آمدی، سفر مبارک بود، چی فتوحات، چی گپا، چی نقصان، بس خیر و خلاص. مساجد الله بود. یک آجی ما اگر بیایی نمیتونه در مسجد الله بشینه کلگی میبینه، خیر و خلاص. ضرور نیست که در روزو اونجا عروس وارد خانه نشسته باشه و کارهای سفید پوشیده باشه، هر کس آمده حاجی صاحب عجیب مبارک، حاجی که عجیب مبارک دستایش بوسه کرده بره. در کدام دین است؟ شما که بزرگترین عبادت نماز است، نماز که بخوانی کسی دستتان بوسه میکنه، کسی براتون میگه که مبارک. خود دین است از خود ساختیم. چرا؟ اونجا شهرت طلبی است، اونجا عاجز صاحب برش گفته میشه. این گپا است، این دین است.
بیا مسجد نبی برای چی بود؟ بندی در ستون بسته بشد، به خاطر که حرکات نماز صحابه را ببینه. مسجد نبوی مرکز چی بود؟ مرکز اخلاق بود. اخلاق نبود؟ اعرابی میاد در شنگ مسجد چی میکنه؟ بول میکنه. صحابه قریب کی او را بیچاره را منع بکنه، پیغمبر میگه بگذارش. بیا تو اینو تعلیم بگی که مسجد پیغمبر چی معنا و مفهوم داشت و چی درسای دو دیده میشد. مسجد پیغمبر این محل و مرکز جمع کردن چانده برای او قومی بود که در حالت فلاکت رسیده بود. قوم مزرنا آمد اونجا، پیغمبر که حالاتشان دید تقریر شروع کرد. مسجد پیغمبر اینطور بود. آلی مسجدای ما محل چیست؟ واکسین. آلی مسجدای ما چیسته؟ نانی بچه خود از توی خود در مسجد میداد. آلی مسجد ما چیست؟ محلی فاتحه خوانی، قطار مردم استاد میباشن، سرا رو اینطور کرده، دستار اینجا بسته کرده. در کدام دین است؟ بگو او مسلمان تو پیدا کو یک روز از عالمتون پرسان کردی که امیر رواست یا ناروا؟ این مردم که اونجا قطار استاد میشه 3 ساعت 4 ساعت پایک میزنه، بیچاره شیشته نمیتونه. این در کدام دین است؟ این اقارب مرده را آدم اذیت کنه، آزار بده، یعنی کیوا راحت باشه؟ تو خواهد اذیت کرده رویستی. این کدام است؟ آیت های اینجا که اگه تو آیت قرآن احناف در نماز میگه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فاتحه را نخون. پیغمبر گفته بخون صراحتا، حتی در نماز جهری لعلکم تقرؤون خلفی، شاید شما پشت من قرائت کرده باشه. صحابه گفتن بله یا رسول الله قرائت کردیم. گفت این کار نکنی بجز از کی؟ فاتحه را باید بخونی. اونجا صراحتا پیغمبر میگه سوره فاتحه تلاوت شود. خود تو در نماز من نمیکنی که آیت هست اذا قرئ القرآن؟ اینجا آیت نیست که در لاسپیکر آیت خوانده رایستی مردم میآیه در آیت گوش گرفته. چرا اینطور میکنی؟ همین دین تابع خواهشت است یا تو تابع دین هستی؟ این کدام دین است؟ یک دفعه خو سنجش کنیم، یک دفعه از انصاف کار بگیریم. مسجدها را چی جور کردیم؟ مسجد محل چیست؟ من یک دور نمیرم، کمپنی ما در یک جای هستم که مردم قطعی فرهنگ هیچ آشنایی نداره. شیخ محمدی است، فقط همیشه تجارت کار میکنه. الحمدلله آلی هم آدم آمیش هم همین قدر درک میکنه که تسبیحات کی خوانده میشه و ما کی در سنت بخیزم، سنت خود کجا بخوانم، همین قدر یاد داره. بیا مقایسه کن، الف بیرم یاد نداره. یک روز در مکتب هم یقین بکن من همینطور کسام شاید باشه که همین قاعده بغدادی را در دستام نگرفته باشه، خمی گپا را یاد داره. چرا یاد داره؟ به خاطری که خواندن میشه، حدیث است، ترجمه است. صبح و بیگا الحمدلله، صبح و بیگا اونجا درس قرآن و حدیث قطع نیست. ما حتی در جمعه هم قطع نمیکردیم، در صبح جمعه هم میخواندیم. خب اگر کلی مساجد ما همینطور باشه چرا؟ خود تو در مسجد ما بیا نماز بخوان که مخالفت قطع میشه یا نمیشه؟ هیچ مخالفت نیست. در مسجد دیگه چرا مخالفت پیدا میشه؟ قطع دیگه کسا بیایید نکنیم، مساجد الله را آباد کنیم. در مقابل خراب مساجد اعمار مساجد است، او هم میاه بخیر. او در سوره انفال برای ما شما میاه که در انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. مسجدای الله را کسی آباد میکنه که یقینا ایمان به الله و به روز کی داره؟ پاداش آخرت عقیده داره. هر کس آباد نمیکنه. خب مهمترین آبادی کدام آبادی است؟ آبادی معنوی. بسیار مسجدها را میبینیم اینطور لکس جور شده یا نه؟ خب لکس جور شده، اما آیا درس و تعلیم دو است؟ قرآن و حدیث دو است؟ در اونجا واقعا روح اسلام وجود داره؟ سنت رسول الله وجود داره؟ تعمیر مساجد به این نمیشه که تنها امارت پیش خوب زیبا جور بکنیم. تعمیر مساجد توسط درس و تدریس و تعلیم و تعلم است که خود بریم دیگران را تعلیم بدیم. قرآن امیر برای ما میگه، الله تبارک و تعالی امی مردم هم میگه که اونجا لاف میزنه که ماسیم دیگرایش نیسته. بزرگترین مرکز اسلام چی اعتنا کرده، چی اهتمام برش کرده؟ امروز افغانی ما چی میگه؟ اسلامی که در افغانستان اصلا جای نیسته. الله اکبر. چی اسلام؟ کدام اسلام؟ به خاطری که در هر کوچه سالون عروسی است. در یک
شهرک کوچک 10 دانه سینماست، من این خاطر نشان بده برای من چند دانه مساجد در مرکز کابل موجود است که سهولت ما برای مردم موجود باشه، پیدا کن برام. امی مسجد سهولت داره بگویه تشنابش عالی، ما به بزرگ کلی را گرفتیم به مردم ضرورتش رفع شود. کجاست بزرگترین مسجد؟ بگو کجاست سهولت برش؟ بگو برای من چند مدرسه داری در کابل که از طرف مردم تمویل بشه خاص به خاطر رضای الله؟ بگو چند دانه مدرسه موجود است که میشینن برای خود از خود لاف میزنن، ماست میگه معلوم میشه چقدر تعمیر کرده مساجد الله را. مساجد الله را چقدر تعمیر کردیم ما. مردم ما میایا گنبدا را تعمیر میکنه، قالینا را برای چی میخره؟ بگوی برای زیارت ها میخره، زیارت سنگ مرمر فرش میکنه، او کارا را کرده رویسته. خدا اسلامی واقعی معرفی میکنه کدام دین است. قرآن برای ما چی میگه؟ نکنیم، مراکز آباد کنیم، توجه برش بگیریم، خیر است. یهود و نصارا اگر سر ما و شما حمله نکنه خیر است که ما یک 4 روپه را در مقابل از ما مصرف کنیم مدرسه بسازیم. امی گپ در گوش جوانی خود برسانیم. اگر 2 ساعت در کورس تیر میکنه خیر است 15 دقیقه تو در قرآن تیر کنه، در حدیث تیر کنه. باز بعد از او بتونه کیره گردانده میتونه یا نه؟ و من ازلم و کس خیلی ظالم من از او کسی که منع مساجد الله که منع میکنه مسجدهای الله را ایذکر فی اسمه که ذکر کرده شود او نام الله. مراد از زیادی نام الله است که توحید الله دو بیان شود، حق دی یک تا پرستی الله برای مردم توضیح داده شود، نام الله ذکر کرده شود، احکام الله و امر الله در اونجا بیان شود که مردم بفهمه درک بکنه واقعیت‌ها را. و سعافی خرابی‌ها تلاش داره در خرابی مساجد. اولای که این مردم ما کان لهم نبود برای دو ترجمه اینجا میکنیم. اولای که کفار نبود، ما کان لهم نبود برای کفار ایدخلوها که داخل شود مساجد الا خائفین، مگر در حالی که هیبت و ترس مسلمان‌ها را فرا گرفته می بود. و مسلمان چرا قطعی کافر دستکی میکنی؟ کافر مسجد تو را خراب میکنه. لایق برای تو مسلمانی بود که یکی به دیگه دست میداده که کافر اجگاه در مسجد الله بدون هیبت تو داخل نمیشد. خود تو نفاق پیدا کردی، کافر آمد مسجد تا خراب کرد. بیت المقدس قبله مسلمان است. اسرائیل یک قلاست، یک قلا. عرب در مقابلش یک مملکت بزرگ است. لیکن امیال بیت المقدس در تسلط کیست؟ بگوی او مسلمان چرا تو خراب میکنی مساجد؟ عرب لیک و فلان لیک پیدا کرده، تو یک اسرائیل جواب داده نمیتونی، جهاد کرده نمیتونی. ها؟ مسلمان های ما چی بکنه؟ فلسطینی ها چی کنه؟ به تانک، به اسلحه، به طیاره. خودتان در تلویزیون میبینی قطع پلخمان میزنه تانگا. چی کنه؟ آجی صاحبی ما میخیزه وی تو فتوا استشهاد دادی، اینطور میشه. جناب علی ما فتوا استشهاد با موتور مردم میدیم که بیچاره چاره او را دیگه نداره با جز از که در زیر تانک خدا بکفانه. تانکش از بین ببره، هیچ چیز دیگه نداره، نه راکت داره نه طیاره داره، نه واقعا مجرد شور میخورم یا منطقه روار میکنه. ندیده او مسلمان ها نیست؟ او ملکیت نداره؟ او سرزمین اسلام نیست؟ نقض حقوق بشر را چیخ میزنه در هر جای دولت ها. برای فلسطین چرا چیخ نمیزنه این نقض حقوق بشر؟ برای کشمیر چرا؟ تا دین روز در افغانستان برای تو چرا چیخ نمیزد؟ تا دین روز برای چچن چرا چیخ نمیزد؟ تا دین روز هرزگوینا و در اونجا مسلمان ها در کدام حالت است که امروز 1000 نفر قبرای دست جمعی پیدا میشه؟ زن یک عفتش باقی نمون. سربیا چی کارا کرد؟ کجاست همی ناقضین حقوق بشر؟ با الله قسمه مسلمانه نکو یک گپی تو یقین به الله بکو موجب داخل شدن جهنمت است که تو دفاع از ظالما میکنی، دفاع از مردمایی میکنی که وا با ضد اسلام برآمده، اسلام تخریب میکنه. تو نعوذ بالله مسلمان هنوز از سرکوب کرده رایستی دفاع از وا میکنی. بدانی به الله قسم، تنها به نماز به الله قسم اگر باز مسلمان شوی ایرا بدانی که محبت دین و مسلمانات در قلبت نبود، به الله قسم اگر مسلمان باشی. ما برات قسم میخورم، ایرا یاد داشته باشی. دینی را میگم
که کافر دشمن نساختی، دوستی با مسلمان نکردی، نمازات تا بگاه بخوان، حجام بکن، زکاتام بده، روزم بگی. بسیار مردم فریب به این گپاست. اسلام دین جامع است، دین شامل است، یک گوشه نیست. هر کس یک گوشه کرد خلاص شد، مسلمان شد. این را باید بدانیم. امروز ببین الله بر ما میگه ای مسلمان، کافر باید در مسجد مسلمان به هیبت داخل شود، ترس و لرز داشته باشه، از ترس بی اجازه مسلمان داخل شده نتونه. لیکن تو مسلمان نفاق کردی و آمد آلی دیگه اجازه رفتن در مسجد او برات میده. آلی در فلسطین در مسجد بیت المقدس که میری اجازه داخل شدن و رفتن کی میده؟ کافر برات میده. یک ترجمه. دوم ترجمه، مسلمان تو قدر و منزلت مسجد میدونی که مسجد کدام مقام است، کدام منزلت داره؟ اولئک ای مسلمان ها ما کان لهم، و دو وقت اولئک مراد از پیشش کفار بود، اینجا مسلمان ها. اولئک اینمی مسلمان ها نه تنها که مسجد خراب بکنه، نعوذ بالله تلاش بکنه مسجد خراب بکنه یا سوری یا معنوی، بلکه برای مسلمان ما کان لهم نیست مناسب برشان یدخلوها که داخل شود در مسجد الا خائفین، مگر در حالی که خوف الله در سرشان واقع شده باشه. وقتی که داخل میشه در مسجد، دروازه مسجد مثل دروازه خانه ور غرس بسته نمیکنه.